سلام دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. در برزیل سر از باخت دردآور در ادویکیشن سیتی از خرفت‌های به قول مردم به جگر 25 فوتبالبازی با مهارت تا حال به صاحبند. اینجا البته که گپ سر منتخب برزیل می رود که تا حال سرمربی ندارد. هرچند که زیدان از این وظیفه دست کشید و انچلوتی تا به حال ناز و نوز دارد، برعکس این سرمربی سابق منتخب آلمان که از سال 2021 بیکار است، خود میل تمرین دهی منتخب برزیل کرده است. از منتخب برزیل باشد بعد باخت در چهارک نهایی جام جهانی سال 2022 تیت پرعلم رفت و اجراچی موقتی وظیفه سرمربیگی دسته رمان منیز تعیین شد، نفری که پیشتر از این منتخب تا 20 ساله‌های برزیل را تمرین میداد. یواخیم لیاو باشد با منتخب آلمان از سال 2006 تا سال 2021 کار کرده، بعد این وظیفه تنها در استراحت قرار دارد. از تحت راهبری لیاو منتخب آلمان غالب جام جهانی سال 2014 گردید و تا این قهرمانی خود برزیلیان را 7-1 در نیمه نهایی سخت شپاتی زده بود. ممکن با دعوت این نفری که آلمانی ها را در جام جهان قهرمان کرد، برزیلیان افسونکار هم ذره در راه سرفرازی وطن ناموس پیدا کنند و 24 سال بعد قهرمانی را به ساحل‌های کاپاکابانا برند. مربی دیگری آلمانی باشد در صورت رفتن انچلوتی شامل روی خط رئال مادرید شده است. این نفر توماس توخل است که عین حال پرثمر در آموزش زبان اسپانی است. باز هم نشریه بیلد قلم تیز کرد و در این باره از همه پیش نوشت. سابق سرمربی چلسی و PSG از وضع اطراف انچلوتی با دقت پیگیر بوده. در صورت رفتن دون کارلو او را میتواند در صف لاس بلانکاس مربی تعیین کنند. قید کرده می شود که بعد جواب دادن از چلسی، توماس چند از تیم‌های را انتخاب کرد که میتواند در آنها کار کند، شامل روی خط بارسلونا، باواریا، رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و یوونتوس تورین می باشند. توماس توخل از چلسی ماه سپتامبر سال 2022 جواب داده شد و در وظیفه او تا به حال گریم پاتر از برایتون جایگزین است. دیرکتور گنرالی باشگاه اینتر میلان بپه ماروتا باشد تصدیق نمود که لوکاکو دیگر هیچ به خود مانند نیست و تابستان به چلسی گسیل کرده می شود. بپه ماروتا ناراضگی از لوکاکو را با سخنهای زیرین بیان می کند. اجاره 1 سال را در بر گرفت و مهلت آن هم روز 3 ایون انجام می یابد. نوبسته از برآمدش تا به آخر موسم لوکاکو به چلسی برمیگردد. با وجود موسم مشکل و تنفس‌های غیر انتظار وابسته به جام جهان، فوتبالبازان زیاد رنج میبرند. لوکاکو خود نمونه بوده، بروزوویچ نیز به خود مانند نیست. هر دوی بازیگران جراحت برداشتند و به پررگی برقرار نشده‌اند. لوکاکو به حالت ورزشی خود برگشتن نمیتواند و این هم همان بازیگری نیست که ما پیشتر داشتیم، گفته است ماروتا. قابل قید است که لوکاکو الکی در صف اینتر از سال 2019 تا سال 2021 برآمد نموده با زدن 64 گل در 95 بازی دست یافته است. این موسم باشد نفری تنومند و تاریک تنها 5 گل در 18 بازی‌های باشگاهی دارد. نتیجه های این بازیگری 29 ساله در 2 موسم از آن میگویند که نوبت لوکاکو واقعا هم نه به خود بلکه به یک کنده کرخت و یا خود دزیو به مانندی دارد و این هم بازیگر است که او را چلسی مستامست بر عوض 115 میلیون یورو خریداری نموده بود. از جانب دیگر با رفتن لوکاکو دیگر با زلاتان ابراهیموویچ کی 1-1 میزند، زیرا کرته زنی شویدی دیگر در ایتالیا هیچ کس را گپ زنی نمیماند. با مصرفکاری های پولی آلمانی ها در فوتبال البته که همگان بلد هستند و آلمانی ها هم کوشش میکنند که در بعضی حالت ها پول های کمتری را در بازار از جای برآورند، ولی در بعضی حالت ها باید 1 موسم و 2 موسم تحمل کنند. مثلا باواریا امید دارد که تابستان سال 2024 که این را به پول به میونخن بیارد، زیرا تابستان امسال تاتنهم او را فروختنی نیست. و قول اسکای اسپورتس تاتنهم اگرچه به لیگ چمپیون های موسم آینده هم راه خط نگیرد که این را نخواهد فروخت و راه اندازی گفت و شنیدهای بروقتی با دانیل لوی این خود کاری دور به دراز است. منچستر یونایتد هم از برای همین از خریداری کین دست کشید. باواریا باشد هیچ زیرکی را از دست نداده و آن است که با چنین رنگ گرفتنی کار میتواند الکی سر از ماه ینوری سال 2024 با کین شرطنامه پیشکی امضا کند.
در موسم جاری هرچند که کین 100مین مراتب از گرفتن جایزه ها محروم شد، ولی در 29 سالگیش 20 گل در پریمیر لیگ انگلیا زده است. هرچند که همگان در مورد دوستی بیرون از میدانی مسی و رونالدو میگویند، ولی اخیراً معلوم شد که این دو نفری غیر ستاره‌روی حتی در معاشگیری هم مسابقه خونین دارند. مثلا طبق خبرهای ال چیرینگیتو، مسی تنها در صورت به چمپیونات عربستان سعودی می رود که اگر معاشش از رونالدو بیشتر باشد. پدرش خورخه مسی الکی از تیم الهلال برای کاری 2 ساله پسرش 600 میلیون یورو طلب کرده است. چطوری ژورنالیست ال چیرینگیتو خایمه استرایان می نویسد، با قول اطرافیان حمله‌ور ارژنتینی او باید پول بیشتری از رونالدو گیرد، زیرا 2 سال خردتر از کریستیانو می باشد و البته با خدمت‌های طولانی‌تر فوتبالی قادر است. پیشتر باشد خبر داده میشد که درآمد عمومی پولی کریستیانو رونالدو در النصر سالانه 200 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. قهرمان جهان در قطر باشد در 22 بازی‌های موسم جاری لیگ 1 13 گل و 12 اسیست دیگر با آمار گرفته است. همزمان دسته تربیتگری اساسی مسی با بازیگری دسته باسکو اینیگو مارتینز شرطنامه موافقه کرده است. بر زمین اطرافیان بازیگر اتلتیک بیلبائو از وضع اقتصادی تیم کاتالانی وابسته به پرونده نگریرو سخت خواطرند. چون یک پایگاه خبری رلیو میرساند، باشگاه کاتالانی نزدیک به آن است که دفاعگر اتلتیک را تابستان چون فوتبال باز آزاد به اسپاتیفای کامپ نو بیارد. فوتبال باز الکی با بارسلونا در مورد مهلت شرطنامه و معاش کاری به موافقه رسیده. بر زمین نمایندگان مارتینز میخواهند که وابسته به پرونده نگریرو بارسلونا از ضرر ورزشی و مالی در کنار خواهد بود، زیرا در صورتی برعکس بازیگر اتلتیک یک قدم نزدیک به تیم خاوی نخواهد گذاشت. برای بازیگر 31 ساله گزارش به بارسلونا امکانیت آخرین مبارزه بهر جایزه ها و اشتراک در لیگ قهرمان ها بوده. با وجود این مارتینز خوب میداند که برای موفق شدن در این آن مورد با بارسلونا هم کسی کفالت نمیدهد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.